سلام 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 هواداران فوتبال و برادران عزیز و گرامی قدر. بازم در برنامه نوتی هستیم، با شما هستم. خدا را شکر که رو بروی شما ایستاده گپ میزنم، یعنی زنده و سق سلامت هستم و خدا کنه که شما در هر کجای دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، اینک جشن فوتبال هم یا که عید فوتبال هم با اخیر رسید در قطعه آسیا و افریقا و در این برنامه میخوام که درباره این دو قهرمان گپ بزنم. در قاره آسیا با شما که معلوم است تیم قطر تیم اردن را با حساب 3-1 شکست داد و 3 توپی که مثلا تیم قطر زد همش در سلسله پنالتی بود. و در قطعه افریقا باشد تیم کاتیدوار تیم نیجریه را به حساب 2-1 شکست داد که دینشاو این بازی با آخر رسید. و میخوام در این برنامه درباره فوتبال گپ بزنیم و اول خود درباره فوتبال تاجیک. چنانچه میدونید فوتبال تاجیک در این سال که اولین بار در جام ملت‌های آسیا شرکت کرد، خیلی هم شرکت خوب و گفته که خرسند کرد ما را تا وقتی که بود در هکش فینالی و یک دستاورد خیلی مهم و تاریخ ساز بود برای تیم ملی تاجیکستان و انشالله که از این به بعد باز ما را منطقه خرسند نگه دارن و دعا میکنیم که هرچی بیشتر تستر بچهای ما را دیگه تیم‌های با نفوذ دنیا بخرن و بازیگرای ما در کشورهای خارج بیشتر و بیشتر شود که چون بازی رنگ دیگه بگیره و حال فعلا دیگه بازی فوتبال است، بازی به حساب عالم شمول است، یعنی در دنیا درجه اول است فوتبال از ورزش. ما خودم میخوایم که کارمندان ساحه فوتبال در تاجیکستان سختگیری کنن و به حساب بین‌الملل بگیرن، تمامی خرد و کلان و چیزهای خردی که در فوتبال هست اما را همش به نظر بگیرن و رسیدگی کنن به فوتبال تاجیکی ما بیشتر خوش خرسند گردیم. و دوستان عزیز، بریم چند لحظه دیگه پرحرفی نمیکنم، شما را به خدا پاک و منام میسپارم تا برنامه بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بریم دو چند لحظه از این دو رقابت فینالی که در قطعه آسیا و افریقا گذشت تماشا کنیم و انشالله در برنامه‌های بعدی باز زنده و سخت سلامت باشیم، باز با میخوریم. دیگه باقی خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.